یکی از باهوش‌ترین تاجرای دنیا از چیزی پول در میاره که بقیه حتی حاضر نیستن نگاهش کنن. ممکنه غیر ممکن به نظر برسه، ولی همونطور که میبینی اون استخون مرغ رو به قیمت خیلی ناچیزی میخره و بعد توی کارخونه تبدیلش میکنه به یک خمیر خاکستری رنگ بیبو. همین خمیر که هیچ شباهتی به گوشت تازه نداره، پایه تمام سوسیس‌ها و کالباس‌های خوشرنگی که تو فروشگاه میبینی. به این خمیر کلی ادویه، نمک و طعم دهنده اضافه میکنن و چند قطره رنگ مصنوعی میریزن تا شبیه گوشت قرمز تازه بشه و اون خمیر بیروح کم کم به یه مایع خوشرنگ و خوشبو تبدیل میشه. مایع توی قالب‌های مخصوص سوسیس‌های خوش‌فرم و یه سری ژامبون‌ها و کالباس‌های مربعی شکل میگیره. ولی هنوز کار تموم نشده. مرحله بعد پخت با حرارت بالا یا بخاره که هم مسئول استریل میکنه و هم شکلش رو بهتر میکنه تا وقتی بسته بندی شد هیچ کس نفهمه که اصلش استخونه. آخرش هم بسته بندی های شیک و جذاب روش میزنن و توی قفسه فروشگاه با برچسب‌هایی مثل کالباس درجه 1 یا سوسیس ممتاز میذارنش. آدمایی که این محصولات رو میخرن فکر میکنن گوشت با کیفیت میخرن و باور نمیکنن که ماده اصلی این محصولات فقط استخوان‌های دوریختنی مرغ باشه و با همین ترفند اون تاجر باهوش با تقریبا هیچ هزینه‌ای برای مواد اولیه میلیون‌ها دلار به جیب میزنه. حالا که پشت پرده ساخت سوسیس و کالباس‌ها برات باز شد، هنوز حاضر به خوردنشون هست یا نه؟ اگه پروسه ساختنشون برات عجیب بود، پیج وی فکت رو فالو کن تا پشت پرده ساخت محصولات غذایی دیگر هم برات روشن کنن. برای دیدن عجیب ترین رازهای جهان، پیج وی فکت رو لایک و فالو کن.